به نام خدای مهربانی ها، به بخش نکات کاربردی از سری آموزش های سیویل 3D رو قورت بده خوش اومدید. این ویدیو اختصاص داره به آموزش یک نکته بسیار کاربردی به نام Elevation from Surface. کار این دستور چیه؟ من با استفاده از این دستور میتونم یک سری نقاط که ارتفاع پرتی دارن و یا فقط ارتفاع اونها به طور اشتباه وارد محیط کاری من شده رو به سادگی به سطح مورد نظرم که ارتفاع اون مشخص هست برسونم. برای این کار به این صورت عمل میکنم که ابتدا یک سطح تشکیل میدم و یک اسم برای اون انتخاب میکنم و گروه نقاط مورد نظرم رو داخل اون قرار میدم. سطح من تشکیل میشه و سپس من در این قسمت یک سری نقاطی دارم که ارتفاعی برای اونها تعریف نشده. همونطور که ملاحظه میکنید ارتفاع همه صفره. فقط باید توجه داشته باشید که این نقاط نباید جزو نقاط تشکیل دهنده سطح باشن. حالا میخوایم این نقاط رو به ارتفاع سطح خودمون برسونیم و یا به عبارت دقیق تر این نقاط که موقعیت x و y مشخصی دارند به این طریق ارتفاعشون در سطح من مشخص بشه. نقاط رو انتخاب میکنم و گزینه Elevation from Surface رو انتخاب میکنم. در این قسمت از سطح مورد نظرم رو پرسش میکنه که من هم سطح مورد نظرم رو انتخاب کنم. حالا توی این خط فرمان من چند گزینه داره. اولین گزینه تمام نقاط، شماره نقاط، گروه نقاط و سلکت از محیط کاری که من گروه نقاط رو انتخاب میکنم و از این قسمت گروه نقاط مورد نظرم رو انتخاب میکنم. همونطوری که مشاهده میکنید این چند نقطه‌ای که موقعیت مشخصی در سطح من داشتن ارتفاع دقیق خودشون رو از سطح گرفتن و من از این طریق میتونم به سادگی این نقاط رو که دارای ارتفاعی صحیح شدن رو داخل سطح خودم قرار بدم. امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.